سلام و درود خدمت شما ناظرینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی ویدیو شهرک سال از هتل خیرخانه از سرک موتوفهیم مورد استقبال گرم شما قرار گرفته. گفتم بیایی که از بالای دفعه بریم، از بالا یک ذره آمدیم بالا، کوچه های 29 و 28 هستیم. پایین میریم و تو کم کم ببینیم که در این طرف ها چی است. اون طرف ها رفت دیدیم شهرک صلح، این طرف ها رو ببینیم دوستان عزیز. وکیل گذرم دفترش همین کوچه 29 هست. این طرف هم این تانکر است او پر میکنه، چون که طرف های دوستان عزیز آب ندارن، آبا خشک است، زیادتر تانکر ها آب میارن. سابق داشت زیاد بودم حالا نیست. شمال هم از دوستان عزیز خوب این طرف دوستان عزیز پست امنیتی است در بخشای کوچک کابل، مثل زمین سرخای بستان، کابل، شهرک طلایی طرفا. در شهرک یک پست است، یک جایگاه امنیتی است که باز به مشکلات مردم اینا رسیدگی میکنن. پیش از اینکه دیگه برسه این طرف هم پلیسکارا هستن و دکانای میوه فروشی. دوستان عزیز اگه سال قبل جمعی آمدین شما مثلا تقریبا یک 10 سال پیش اینجا تماما قسمی جای سبز و قسمی آبادی و قسمی آپارتمان ها نبود، قسمی دکان ها نبود، کلا یک صحرا و جای بود. درچی نباشه دست چمتله از دوستان عزیز می آوردن کثافات اینجا مینداختن. اما حالا ببینین یعنی دیگر که میشه اینجا برای نفوذ است مردم است که میگردن و حیران بانیم. و این طرف هم دوستان عزیز سرک گیر شده بعد از اینکه دولت جدید آمد کارش استاپ شد و این طرف سرک دیگه پخته نشده که هنوز کارش هم شروع نشده. این طرفه دیگه این طرفش هم بخیر شود که مردم از این منطقه آرام شون از این چیزا. این ساختمان های بلند و زیبا رو ببینید دوستان عزیز که جور شده. این پایه های برق است که این از شهرک طلایی میاین این طرف ها میرن. این طرف سرک دیگه پخته نشده. شمال هم دوستان عزیز زیاد است. اون طرف ها مکاتب است دوستان عزیز. خوب دوستان عزیز سلو هم تو پایین میریم. این مناطق که از دوستان عزیز ایره براتون بگویم که یک منطقه کامل هستن به خود، از مکتب و بیمارستان و شفاخانه و این چیزا گرفته تا خیاطی ها و کهنه فروشی و همه چیز این سرک پیدا میشه. ضرور نیست مردم جای برن. باز اگر بخوایم جای برن نزدیکترین بازار اینجا دوستان عزیز بازار هتل خیرخانه است که قصر لباس یادش میکنن که هرچی بخواین دیگه اونجا پیدا میشه. از چیز کم بود نداره. یگانه چیز از اینجا دوستان عزیز که بعد مردم میایه و اصلا دوست ندارن این است که خاکباد زیاده است یکی و دوما کوتل بسیار رابندی داره. سرکاش دیگه وقتا جور میشه دیگه دوستان عزیز مردم مقدر تشویش ندارن دیگه جور شده میره کمتون تو میره دیگه. از وقت خیره خانه هم قیمتش بلند رفته دوستان عزیز در این مناطق از وقتی که می کاربار سرکا جور شده. فقط یگانه مشکلی که سرک داره دوستان عزیز نیست که این سرکش خامه است خونش پخته. این سرک موتورا نمیرن اون سرک میرن. هم رفتم اما یک در یک خطر حادثه را افزایش میده دیگه. این مشکل داره. بازی دوستان عزیز موتورهای لینی دارن چون سرک طولانی است، در افغانی میگیرن از این سر سرک اون سر سرک میبرن و از این سر سرک دوباره بریم که طرف خاکبار است یک ذره. این طرف قصبه های گوشت از دوستا. این تازه هم قربانی کرده حلال کرده کمپیده. این طرف هم دوستان عزیز آپارتمان های زیباست و مرکولاک و المدینه که به زیبایی سرک افزودن و ببینید چقدر زیبا و مقبول هستن. البته دوستان عزیز از کمره شاید قدر بزرگ معلوم نشه اما بسیار بزرگ هستن. یا اینجا ساختمان
این طرف هم این دوستان از مجتمع طبی است، دکتر هست، کسی که میخواین بیاین. این عمر بلاگ بسیار زیبا دوستان زیبا کرده، بسیار زیبا و بسیار مقبول. قسمی که دست تصویر میبینین زیباییش واقعا قابل قدر است. در پایینش هم موتر استاد از دوستان عزیز، باز به این کسایی هستن که در زیر بلاک استارت میکنن، چون از جا زیاد مردم موتر میگیره در بست میرن. در وسط سرک بعضا دوستان عزیز درخت‌ها هم شانده شدن، چون سرک وقتی جور میشد بود دوستا درخت‌ها زیاد بود، بازی‌ها رو کندن کلش، چون سرک باسازی میشد. حال دوباره شاندن، در 2-3 سال هم قرار روش کردن و بعد از باسازی نمیفهمم یک بازم از این چیزا وفات شد یا نه. این طرف هم دیگه مکتب از دوستان عزیز نگفتم، این مناطق است دوستان عزیز که خودکفا هستن دیگه، از مکتب و چیزا گرفته تا همه چیز. این تو مواد تعمیراتی و شیشه و نمیفهمم فلان و همه چیز هست. این کوچه 17 دوستان از این کوچه 16 است و پایینش 15. اینجا مثل دیگه جایا نیست دوستان از این کوچه روبرو یک کوچه حساب شد، روبروش دیگه کوچه، این کوچه و اون کوچه در هر دو طرف سرک هر دو 16 هم هستن. کوچه ها معمولا دوستان از روبرو را یک کوچه حساب میکنن، بازوهایی که روبرو را دو سرک حساب میکنن و سرک گفته میشن، دو سرک گفته میشن. من دوستان از این موترهای لینی هستن. طرف دوستان از حمام است، حمام صفا، کوچه 15 و 14 میشه فکر کنم، ولی کوچه 14. او طرف کو هم دوستان عزیز بالای کو خانه های مار شده، خانه ها زیاد است. اگه خرابی که طرف دارن دوستان عزیز این بخشا آب ندارن همون است، وگرنه بهترین مناطق هستن از هر نگاه و هر لحاظ. فقط اینمی که آب ندارن، این مشکل جدی جور شده. امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنید، در کانال همچنان سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. خیلی خوب میگیره.